نه با گفتن بدیهای پرتغال من قصد دارم کسی را از مهاجرتش منصرف کنم و نه با گفتن خوبیهای پرتغال قصد دارم که تبلیغ مهاجرت به کشور پرتغال رو کنم. تا آخر این ویدیو همراه من باشین تا خوبیهای بی‌نظیر کشور پرتغال رو با هم دیگه مرور کنیم. سلام، من سلمازم و با یه ویدیوی دیگه راجع به کشور پرتغال در خدمت شما دوستای عزیزم هستم. ویدیوی قبلی راجع به بدیهای کشور پرتغال بود که لینکش رو بالا گوشه صفحه میذارم، حتما روش کلیک کنین و ببینین. و تو ویدیو قبلی همونطور که قول داده بودم راجع به خوبیهای کشور پرتغال ویدیو درست کنم و بذارم. توی این ویدیو میخوام راجع به خوبیهای کشور پرتغال صحبت کنم. یکی از خوبیهای پرتغال به نظر من پاسپورتشه، به خصوص برای ما ایرانی‌ها که پاسپورت خیلی خوب و معتبری نداریم. از زمانی که شما میرسین پرتغال و اقدام به کارت میکنین، تاریخ صدور اولین کارتتون 5 سال بعد شما میتونین اقدام کنین برای پاسپورت و حدوداً در حال حاضر با قوانین جدید 2 سال زمان میبره تا پاسپورت پرتغالی شما صادر بشه. منظور از پاسپورت همون ملیت یا نشنالیتی پرتغالی هست. اگر شما بتونین اون قوانین رو رعایت کنین و پاسپورتتون رو بگیرین، شما یک شهروند محسوب میشین، حقوق کامل شهروندی رو دارین، حق رأی دارین و چیزهای دیگه. دومین مورد که به نظر من مهمترین مورد هستش، مهربونی و خونگرمی و خوب بودن مردم پرتغاله. من وقتی میگم مردم مهربون داره، به عنوان یک توریست نیومدم، چون که یک توریست در عرض 2 تا 3 هفته تا 1 ماه میتونه مردم رو بشناسه، ولی به عنوان کسی که اینجا زندگی میکنه خب شناخت واقعی تره و من با اون شناخت واقعی تر دارم میگم مردمشون خیلی مهربونن، خیلی خونگرمن، نژاد پرستی توشون خیلی خیلی کمتر از کشورهای شمالی اروپا دیده میشه. مردم پرتغال اهل کمک کردنن، یعنی گاهی اوقات شما بدون اینکه ازشون درخواست کنین، وقتی میبینن که شما نیاز به کمک دارین، خودشون داوطلبانه میان کمکتون میکنن. یکی از بهترین چیزهایی که من اینجا میبینم، وقتی از خونه میرم بیرون، همسایه منو میبینه، حتی همسایه‌های دورتر که نمیشناسیم همدیگر رو با لبخند به هم صبح بخیر میگیم. پرتغال اگه یه جا گیر کنین و نیاز به کمک داشته باشین، فقط کافیه بهشون بگین که یکی میتونه منو کمک کنه. باور کنین که بالای 10 نفر میان کمکتون میکنن داوطلبانه بدون هیچ چشم داشتی. یه سری توی پارکینگ یه شاپینگ داشتم با گوشی صحبت میکردم و سویچ ماشین باز بود و تایم طولانی گذشت و باتری ماشینم خوابید و من شروع کردم به استارت زدن. صدای استارت که می اومد مشخص بود که باتری ماشین خوابیده. من تو همون هول و ولا بودم که وای الان چی کار کنم. و یه ماشین اومد تو همون پارکینگ، اومد جلوی من پارک کرد و کاپوت ماشینش رو داد بالا و به من گفتش که کاپوت ماشین رو باز کن. یعنی من تو ماشین نشسته بودم، فقط تو این فکر بودم که خب الان چی کار کنم. خودش اومد به راحتی منو کمک کرد، خودش باتری به باتری کرد و ماشین منو روشن کرد. این مثال رو زدم تا بدونید که چقدر واقعا مردم اهل کمک کردن، مردم مهربونی دارن. یه مورد دیگه که توی مردم هست، برای ما که از نظر ظاهری، از نظر قد و هیکل خیلی شبیه اوناییم، خیلی متوجه نمیشن که ما خارجیم. من تجربه زندگی تو کشورهای شمال اروپایی رو ندارم که خیلی مشخص شده تریم ماها اونجا، با رنگ پوستمون، رنگ موهامون و اینا ما رو میشناسن. ولی تو پرتغال وقتی شما دارین توی خیابون بین مردم میگردین، کسی متوجه نمیشه شما ایرانی هستین یا پرتغالی. نمیگم که توی پرتغال نژاد پرستی نیست، بلکه میگم توی پرتغال نسبت به کشورهای دیگه خیلی خیلی کمتر دیده میشه. سومین مورد که به نظر من بازم یکی از مهمترین موارد هست، آب و هوای خوب پرتغاله. اگر ویدیوی بدیهای پرتغال رو دیده باشین، من اونجا گفتم که چقدر اینجا رطوبت و زمستونای سختی داره، ولی باید بگم که از 365 روز سال حدود 300 روز اینجا آفتابیه و برعکس ایران که ما شمالمون تابستوناش خیلی شرجی و مرطوبه، پرتغال فقط زمستوناش شرجی و مرطوبه و تابستوناش تقریبا خشکه و همینطور هوای خیلی تمیز پرتغال. اصلا توی پرتغال هیچ وقت من هوای آلوده ندیدم. مورد بعدی مدارس رایگان کشور پرتغال.
توی پرتغال مدارس رایگان هستش، مدارس خصوصی و نیمه خصوصی هم هستن و همینطور مدارک توی کشور پرتغال مدارک تحصیلی معتبره. همینطور اینجا یه سری مراکز داره به نام مراکز کار. شما میتونید برین اونجا و دوره هایی رو به صورت رایگان بردارین که حتی تو این دوره ها به شما یک مبلغی هم به خاطر هزینه رفت و آمدتون و به خاطر هزینه خورد و خوراکتون پرداخت میشه و در آخر به شما یک مدرک کاملا معتبر داده میشه. خیلی دوره ها داره، مثل دوره های فنی حرفه‌ای، دوره های آشپزی، دوره های آرایشگری، ناخنکاری، حتی دوره های زبان پرتغالی و دوره های دیگه. مورد پنجم بیمه درمانیه. تمام پرتغالی ها و تمام خارجی هایی که اینجا زندگی میکنن و کارت اقامت دارن شامل یک نوع بیمه درمانی میشن که همه خدمات درمانی براشون رایگانه. اما من تو ویدیوی بدیهای پرتغال توضیح دادم که چقدر وقت گرفتن از بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی اینجا سخته و من توصیه کردم به تمام کسایی که پرتغال زندگی میکنن یا قصد مهاجرت به پرتغال دارن حتما خودشونو بیمه درمانی خصوصی کنن. هزینه بیمه درمانی خصوصی برعکس کشورهای دیگه اینجا خیلی پایینه. البته این هزینه بستگی به سن و سال شما و شرایط سلامتی شما و اینکه دارای بیماری‌های خاصی هستین یا نه هم میشه. مورد بعدی قانونمند بودن مردم پرتغاله. من نمیتونم بگم که مردم پرتغال مثل مردم آلمانن، معروفن تو قانونمند بودنشون، ولی تا حد متعارف من خیلی دیدم که قانون رو رعایت میکنن. یکی از مثالهاش هم توی رانندگی کردنه. توی رانندگی واقعا مردمی هستن که قانون رو رعایت میکنن. برای مثال اگر یک اتوبانی خط ممتد باشه اون خط ممتد رو دیوار فرض میکنن و به هیچ عنوان ازش رد نمیشن، ازش سبقت نمیگیرن و همین قانونمند بودنشون توی رانندگی باعث شده که آمار تلفات و تصادفاتشون خیلی پایین باشه. ولی اینم بگم که به نظر من دست فرمون خوبی ندارن، فقط به خاطر قانونمند بودن توی رانندگیشون باعث شده که تصادفای کمتری داشته باشن یا اینکه تصادفاتشون خیلی جزئی باشه و آسیب جانی نداشته باشه. مورد هفتم آزادی سیاسی، اجتماعی، مذهبی. اینجا هر کسی میتونه هر نوع نگرش سیاسی، مذهبی و اجتماعی داشته باشه. و از سال 2010 میلادی ازدواج همجنسگراها آزاده و تمامی مردم با هر نوع گرایش جنسی از تمامی حقوق شهروندی برخوردارند. مورد هشتم اینه که حقوق یک پرتغالی، یک ایرانی، یک آلمانی یا از هر کجای دنیا اینجا برابره. یعنی مثلا نمیگن که شما چون پرتغالی هستین باید حقوق بیشتر بگیرین، مرخصی بیشتر بگیرین و کمتر کار کنین، یا شما چون ایرانی هستین باید بیشتر کار کنین، حقوقتون کمتر باشه، تعداد مرخصیتون کمتر باشه. همه چیز برای یک ایرانی یا هر نشنالیتی دیگه با یک پرتغالی برابره. و آخر هفته ها یا تو تعطیلاتتون کسی حق نداره از محل کارتون زنگ بزنه، ازتون سوالی بپرسه یا ازتون کاری بخواد. مورد نهم امنیت کشور پرتغاله. پرتغال واقعا کشور امنیه و یکی از امن‌ترین کشورها توی دنیاست. و اینجا آمار کشت و کشتار و اخبار جرم و جنایتش خیلی خیلی پایینه. مثلا تو پرتغال شما کیف قاپی، اینکه گوشیتون رو از تو دستتون بزنن و اینا رو نمیبینین. البته باید بگم که بعد از کرونا این یه خورده انگار که مردم فقیرتر شدن و یه ذره آمار دزدی بالا رفت. من چندین بار دیدم که شیشه ماشینا رو میشکنن و وسایل توی ماشین رو میبرن، ولی مثل کشورهای دیگه نیستش که شما باید کیفتون رو مراقب باشین یا گوشیتون رو از تو کیفتون در نیارین که یا از تو دستتون میزنن. ولی توی یه سری از خیابوناش به خصوص موقع شب که اون خیابون پر از دیسکو و نایت کلابه باید مراقب گوشیتون و کیفتون باشین. آموزش به بچهای پرتغالی خیلی خوب انجام میشه. بچه‌ها رو از همون سن خیلی پایین نسبت به خیلی چیزها آگاه میکنن. از نظر جنسی بهشون آموزش میدن، حق و حقوقشون رو بهشون آموزش میدن و بچه‌های آگاه تری تربیت میکنن. مورد بعدی خرید قسطیه. شما هر چیزی که بخواین میتونین قسطی خرید کنین. خوبیش اینه که شما چیزایی که قسطی میخرین دیگه سود آنچنانی و کارمزد آنچنانی روش نمیاد.
به راحتی میتونین با کارت اقامتتون بدون اینکه پولی داشته باشین یا حتی گاهی اوقات بدون اینکه شما پیش پرداختی بدین گوشی، ماشین یا خیلی چیزا رو قسطی بخرید. و یه مورد دیگه اینکه اینجا بانک‌هاش اسلامی نیست. یعنی شما اگر پولی رو پسندازی رو توی بانک دارین به شما بهره پرداخت نمیشه و حتی شما باید یه مبلغی رو پرداخت کنید به خاطر اینکه بانک داره پول شما رو ازش نگهداری میکنه. و مورد بعدی طبیعت بی‌نظیر کشور پرتغاله. یکی از خوبی‌های پرتغال اینه که شما برای اینکه برین توی طبیعت، تو دل طبیعت، اصلا نیازی نیست از شهر خارج شین. شما تو خود شهر هم میتونین طبیعت رو ببینین. پرتغال خیلی طبیعت بکر و قشنگی داره. چشمه‌هاش، جنگلش، تپه‌هاش، ساحل‌های قشنگش پر از ساحل‌های خوشگله. واقعاً کشور خوشگلیه. و کیفیت غذاهای پرتغال واقعاً غذاهاش همشون طبیعی‌ان، میوه‌هاش طبیعی‌ان، طعمشون خیلی خوشمزه است. کشور پرتغال جزو کشورهای پرمصرف توی غذاهای دریاییه. خیلی از وعده‌های غذاهای پرتغالیا غذاهای دریاییه. مثلا یه ماهی دارن به نام باکالیاو که به 365 روش میتونن بپزنن که خودشون همیشه تو مثالاشون میگن ما میتونیم 365 روز سال باکالیاو بخوریم، هر روزش با روش مختلف. مورد بعدی ترانسپورت ارزون توی کشور پرتغاله. وقتی مقایسه کنیم حمل و نقل عمومی رو تو کشور پرتغال با کشورهای دیگه واقعا میبینیم که قیمت حمل و نقل عمومی اینجا خیلی پایین تره و به دانش آموزا و دانشجوهای زیر 23 سال کارت حمل و نقل رایگان تحویل میگیره. یعنی میتونن کل استان لیسبون رو به طور رایگان بدون پرداخت هزینه سفر کنن. مورد آخر اما قبل از گفتنش ازتون میخوام که اگر شما به دانستنی‌های کشور پرتغال علاقه دارین یا قصد مهاجرت به کشور پرتغال دارین یا همینطور دارین زبان پرتغالی یاد میگیرین، کانالمو سابسکرایب کنین و دکمه زنگوله رو حالت آن قرار بدین تا هر وقت من ویدیو میذارم یوتیوب شما رو باخبر کنه. و مورد آخر ما نایت لایف پرتغال هست. پرتغال جزو اون کشورهاییه که شما ساعت 12 شب برین بیرون آدم ها رو میبینین، به خصوص آخر هفته ها که اصلا تا ساعت 3 و 4 یا 5 صبح هم خیابونا شلوغ زنده است و همینطور شاپینگ ها اصولا تا ساعت 11-12 شب بازن. حتی زمانهایی که تعطیله یا عیدهاشون تا ساعت 1 شب هم بازن. توی پرتغال اون حس غربت و اون حس وقتی که عصر که میشه انگار غروب جمعه شده رو نمیگیرین. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که لذت برده باشین. خدا نگهدار.